expressing preference یعنی بیان ترجیحات. وقتی میخوای شما تو انگلیسی یه چیزی رو بگی به یه چیز دیگه ترجیح میدم، یه کاری رو به یه کار دیگه ترجیح میدم، از فعل prefer استفاده میکنیم که قراره بهتون یاد بدم. prefer با مصدر تو، prefer با ing و apostrophe d و prefer چجوری باشون جمله بسازیم و چجوری بیان کنیم ترجیحاتمون. For example برای مثال I prefer tea to coffee. ببینید بچه ها، ببینید دوستان، دو تا چیز رو میخوایم با همدیگه مقایسه کنیم. من ترجیح میدم چای رو به قهوه. I prefer tea to coffee. پس دو تا چیز رو وقتی میخوام بگم که با همدیگه مقایسه کنم، از حرف اضافه چی استفاده کردم؟ I prefer to. من ترجیح میدم اینو به اون. توی جمله بعدی We prefer going by ferry to flying. ما ترجیح میدیم رفتن با کشتی رو به چی؟ به پرواز کردن، به سفر پروازی، با هواپیما پرواز کردن. پس دو تا عمل و دو تا اکشن رو با همدیگه چیکار کردن؟ مقایسه کردن. پس اونا اینو به این ترجیح دادن به دو شکل. همونطور که میبینید جفتشونم با ing اومده، همین فعلم همین فعلم. اینم دقت داشته باشید که دو طرف به یک شکل، استراکچرش به یک شکل. She prefers books to magazines. دوباره ما preferred رو داریم ولی به خاطر اینکه سوم شخص داریم prefer یه اس گرفته آخرش. اینو دقت داشته باشید تو اینجا بلد باشید. دو تا چیز رو دوباره مقایسه کرده. کتاب ها رو به مجله ها. اون خانوم ترجیح میده کتاب خوندن یا کتاب ها رو به مجله ها. کتاب ها رو به مجله ها ترجیح میده. خب مورد چهارم She prefers to drink tea. یعنی اون ترجیح میده که چی؟ چای بنوشه. اون ترجیح میده که چای بنوشه. دیگه نیومدیم دو تا چیز رو با هم مقایسه کنیم. اینجا در حقیقت مصدر با تو داریم، یعنی فعل بعد از prefer به شکل مصدر با تو اومده. میدونی که drink فعله. or یعنی یا. She prefers drinking tea to coffee. اون ترجیح میده نوشیدن چای رو به قهوه. همونطور که میبینی اینجا با ing اومده فعلا، اینجا با تو اومده بود، دقت داشته باشید. فعلا اینجا بعد از prefer فعلا به صورت مصدر ing. اینجا مصدر با تو اومد، اینجا مصدر با ing. پس بعد prefer هم میتونیم مصدر با تو بیاریم، هم میتونیم مصدر با ing بیاریم.